روم، امپراتوری شکست ناپذیر جهان باستان، در حران در یک روز داغ و خاکالود توسط یک نابغه ایرانی به زانو درآمد. فرمانده‌ای که نامش در تاریخ همچون تیغی بران می درخشد. سورنا. آنچه در حران رخ داد فقط یک پیروزی نبود، یک انقلاب نظامی بود. سورنا، فرمانده اشکانی، پیش از آن که یک جنگجو باشد، یک استراتژیست بیرحم و خلاق بود. کسی که قواعد نبرد را از نو نوشت. نخستین شاهکار او بهره‌گیری استادانه از سوار نظام سنگین، کاتافراکت ها بود. جنگجویانی پوشیده در زره مانند دیواری متحرک از آهن. پشت سر آنان کمانداران سواره پارتی، چابک، سریع و مرگبار. چنان ظاهر می شدند که گویی سایه مرگ بر میدان افتاده است. سورنا این دو نیرو را نه به صورت جداگانه بلکه چون تیغه و تندر در کنار هم به کار گرفت. ضربه میزد، عقب می نشست، میدان را می چرخاند و دوباره از فاصله دور بارانی از تیر بر رومی ها می ریخت. این جنگ نامنظم نبود. این جنگ نامرئی بود. جنگی که رومی ها هیچ پاسخی برایش نداشتند. در برابر او کراسوس رومی با لژیون‌های انبوه و سنگینش آمد. ارتشی بزرگ، منظم اما کند. سورنا با نیروهایی کمتر اما آموزش دیده‌تر و سریع‌تر نشان داد که کیفیت می‌تواند اباحت کمیت را به سخره بگیرد. در پایان روز در حران روم در خون خود غلتید و دنیا فهمید که یک ذهن ایرانی چگونه میتواند سرنوشت امپراتوری ها را عوض کند. میراث سورنا فقط یک پیروزی نبود. درسی بود برای تمام جنگ های آینده. اینکه تفکر، چابکی و نبوغ میتواند هر ارتش عظیمی را فرو بباشد. آیا این نبوغ ایرانی امروز هم میتواند ایرانی قدرتمند و سرفراز در دنیا بسازد؟ راستی، یادت نره که دنبالمون